چند برابر کنید. 6. اقدامات را به پایان برسانید. پروژه‌های گیر کرده را تحویل دهید و باز کنید. پروژه‌ای که 90% کامل است، 0% کامل است، زیرا قابل تحویل نیست. ذهنیت تکمیل. یک انگیزه قوی برای به پایان رساندن آنچه شروع کرده اید ایجاد کنید. تشخیص دهید که کارهای ناتمام انرژی ذهنی را مصرف می‌کنند. از مقاومت و خستگی عبور کنید تا به تکمیل برسید. قبل از حرکت به کارهای جدید، انتهای باز را ببندید. تکنیک‌های باز کردن. موانع پیشرفت را شناسایی و حذف کنید. کارهای بزرگ را به قطعات کوچکتر و قابل مدیریت تقسیم کنید. از چک‌لیست‌ها برای پیگیری و تکمیل فرآیندهای چند مرحله‌ای استفاده کنید. به طور مداوم به پایان رساندن اقدامات و باز کردن پروژه‌های گیر کرده، حرکت را حفظ کرده و نتایج را به طور قابل اعتماد تحویل می‌دهید. آهسته کار کنید. شماره 7. تا سرعت بگیرید. به طور روان و پیوسته کار کنید. دقت بر سرعت مقدم است. سرعت کنترل شده. در برابر وسوسه عجله کردن مقاومت کنید، حتی تحت فشار. به طور عمدی و روان حرکت کنید. ابتدا بر دقت و کیفیت تمرکز کنید. اجازه دهید سرعت به طور طبیعی از طریق تمرین توسعه یابد. تکنیک‌های آرامش بخش. نفس‌های عمیق بکشید تا خود را متمرکز کنید. فضای کار خود را تمیز کنید تا نظم و تمرکز را بازگردانید. کارهای پیچیده را به مراحل کوچکتر تقسیم کنید. با کار کردن در یک سرعت پیوسته و کنترل شده، در واقع با کاهش خطاها و حفظ کیفیت مداوم زمان را صرفه‌جویی می‌کنید. 8. چشم‌ها و گوش‌ها را باز کنید. تعادل آگاهی داخلی و خارجی. سرآشپزها هرگز نمی‌دوند، زیرا همیشه در جای درست در زمان درست هستند. آگاهی موقعیتی. توانایی تمرکز شدید در حالی که از محیط خود آگاه هستید را توسعه دهید. از همه حواس خود برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کنید. گوش دادن و مشاهده فعال را تمرین کنید. نیازها و مسائل احتمالی را پیش‌بینی کنید. استراتژی‌های هماهنگی. محرک‌ها برای اطلاعات یا رویدادهای مهم ایجاد کنید. از نشانه‌های بصری و شنیداری برای هوشیار ماندن استفاده کنید. تمرین کنید که تمرکز خود